هرچی میگه. وقتی که مصر میگیره بعدا میگه که همین مصر وقتی که فرعون گرفته بود به یک همین دولت مصر نعوذ بالله دعوی خدایی کرد. فرعون نعوذ بالله چه خدا گفت همین مصر گفت من بر مقابل او بر به عقل ترین آدم میبخشم که رهبری شکنه. بعدا گفت که بکوین از بین همین خلق یک آدم ای همه ده به عقل بیارین ما پادشاهش مونم. هی گفتن که اگه به عقل کم عقل دیوانه بیوان هر چقدر که گفتن چند هفته معقول دلشون نیفتن. بعد یک از آبادی دور یک ده در رفتن که در یعنی نوده درخت یک آدم نشستگی ای طرفی نوده و اینجا درخت یک ایسین درخت عرق کردیسه خودش در بلوی نوده عرق کردیسه تنها چیکار میکنی چی نباشه که همین نوده را کلته کنم با غلطانم و خود در جایی سوده جوم سوزه میگه جوم مستحکم است. در این حلقه ای که نشستیم و دیداربینی یک دیگر مشرف شدیم. البته بعد از استفاده نعمت های پروردگار چیزی از سفر شما نشست داریم در رو باید که چیزی از سخن خدا و از سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته شود، چون که الله ذوالجلال بیان میکند و الی المصیر. خداوند بیان میکند که بنده ها فقط و فقط بازگشت شما به سوی من است و الی المصیر. یعنی ما بازگشت دیگر نداریم، بازگشت ما فقط به سوی الله است. وقتی که در زمین الله زندگی میکنیم، در تگ آسمان الله حیات به سر میبریم، آبهایی که الله خلق کرده است استفاده میکنیم، هوایی که الله خلق کرده است نفس میکشیم، گرمی و سردی که خدا خلق کرده است استفاده میکنیم، فصلهای سال که خداوند تغییرش میده از او استفاده میکنیم. همه این وقتی که استفاده میکنیم باید که چیزی از او بگوییم. حضرت خواجه شمس الدین حافظ شیراز میگفت که در محفل اگر سخن از می معشوق نرفت، در محفلی که سخن از می معشوق نرفت که همان بانگه گاو و خران خواهد. در محفلی که مجلسی که سخن از می معشوق نرفت میگه او به منزله هست که یک تود حیوان خوردند و خیستن و رفتن، که بسیاری از همین معرکه هایی که در مردم ما و شما هست همین طریقه است که دیگر جمع میشن میخورن، بعد از خوردن دیگر همین گپی دنیا و گپی بسیار و گپ های مال و یعنی و دیگر هر دو کس با یک دیگر همین تا یک دیگر همین گپی بسیار میشه و وقوقی بسیار میشود و در او یگان دیگر اجر و ثواب و پاداش وجود ندارد. در محفلی که سخن از می معشوق نرفت که همان بانگهی گاو و خران خواهد بود. پس محفلی که ما و شما الحال حضور داریم باید که چیزی بگوییم از می معشوق. می عشق پروردگار و معشوق الله ذوالجلال است. جای دیگر حضرت خواجه حافظ خدا رحمتش کند که اکثر بزرگا بیان میکنند که غزلای خواجه حافظ همش از معنای قرآن و حدیث هستند. فقط انسان هایی که معنای او را نمیداند، فقط ظاهری او را میبیند، همون از چی است. بعضی هست در همین زمان ما که حتی کمبودی از خواجه حافظ میگیره که یک شخصیتی که در تمام کره زمین کسی با او برابر شده نمیتونه. گیوتی سردفتر ادبیات نیمیس میگفت که وقتی که دیوان حافظ به دستش رسید، دیوان حافظ خوند 6 ماه در شب است. بعدا گفت که ای خواجه حافظ تو بزرگترین سخنوری روی جهان هستی که تمام سخندانای روی دنیا در پیش تو باید زانوی ادب بزنن و تعلیم درسی سخن بگیرن. اگه میگه قدر زر زرگر میدونه، قدر عالم میدونه، عالم میشناسه، عامی نمیشناسه.
ببین چه خیلی بها داد حضرت خواجه حافظه. میگفت که برای همه ما و شما که محفلهایی که ما و شما داریم و بیهودگی نگذرانیم، میگفت که سخن از مطرب میگو، رازی دهر کمتر جو، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما رو. وقتی که هر جا نشستی کردن میگه سخن از مطرب می بگو. مطرب الله ذوالجلال، مطرب همچنان که همون مطرب نوازنده که همون دو تار یا تنبوری داره، همون را تاراش از این طرف گوشوی همون را تاو میته، گوشه کشه ایشد آوازش صداش برآوردن میگیره، تاو میته تاو میته تاو میته. اول خیلی محنت میکنه، صداش جور میکنه، گفتی گپو بعد سر میکنه. انا مطرب این آفریدگار عالم خودش است. آفریدگار عالم است که این گرمی و سردی و شمال و آفتاب و چند قدر باران میبارد، چند قدر برف میبارد، چقدر مثلا میشه حاصل چند قدر میشه، چقدر نمیشه، همه این نظام ایره الله ذوالجلال خودش نگاه میکنه، خودش ایره الله ذوالجلال خلق کردگی است. میگه سخن از مطرب میگو، سخن که گفتی فقط از الله ذوالجلال بگو، از عشق خدا بگو. رازی دهر کمتر جو. همین گپی دنیا را چند قدر که اگر که بکوش، بعضی میشود که همین یک محفل ده همین سر میشه، یکی پرابلمای امریکا را حل میکنن، ای روسیه را حل میکنن، ای فرانسه و انگلیا را حل میکنن. یکی در خونش نه دخترش نماز میخونه و نه بچهش، نه زنش گپشه میگیره و نه دختر و بچهش. پرابلمای امریکا و روسیه و انگلیا و فرانسه را حل کردیسه. ای گپو چی لازم؟ ای گپو چی لازم؟ ما و شما را الله ذوالجلال میگه قو انفسکم و اهلکم نارا، نفسهای خودتون را اهلتون از آتش دوزخ نگه دارین. این ما وظیفه دار هستیم، نه که او پرابلم ها و مشکلات او را، او کاری سیاستمدارای او کاری ما نیست. خب حضرت همون را میگه که سخن از مطرب میگو، رازی دهر کمتر جو. همین گپی دهر دنیا را کمتر جستجو کن. برای چی؟ جوابش میگن که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را، که هیچ کس به حکمت علم قطعی، همین معمای دنیا یک معمای سربسته هست که این به علم حکمت کشاده نمیشود. آدم هست که هزاران علم دارن لیکن در بعضی جا میمونن مستر. این حکمت دنیا و آرامی و هر چیزی که نعمتایی که در دنیا هست، اینو ازلی هستن، به خواست پروردگار هستن. اما وقتی که امیر تیمور صاحب قران وقتی که مصر میگیره، خیلی جای دنیا را گرفتگی بود. مصر وقتی که فتح میکنه میگیره، امیر تیمور در ادبیات‌های سویتی بسیار مذمت میکنه، بسیار تنقید میکنه که این قدر کله بریده، خونخوری کرده دیگر. اما همون تیمورنامه اصلی قدیمش اگر که بخونی، هر کاری کردگی او کاری هوایی کردگی نه، کاری درست نکرد. همون کلمانوروی که کردگی در تبریز شیراز، چند مراتب که آدم میمونه برای آرامی و تینجی آدموش میکشن، چند مراتب کارای کردگی هستن که به همین کار مجبور میشه. حضرت شاه نقشبند بهاءالدین بخاری نقشبند یکی از پیرای امیر تیموره. همین اصلا همین طریقه نقشبندی که دنیا در امروز پهنشیدگیه خدمت همین. وقتی که مصر میگیره، اگه چیزی که کتابای اصلیش میگیم، این ادبیاتای سویتی میگه خونخوار بود، ظالم بود، فلان بود، بهمدان بود، هر چی میگه. وقتی که مصر میگیره، بعدا میگه که همین مصر وقتی که فرعون گرفته بود، به یک همین دولت مصر نعوذ بالله دعوای خدایی کرد. فرعون نعوذ بالله چه خدا بود. همین مصر گفت من بر مقابل او بر به عقل ترین آدم میبخشم که رهبری شکنم. بعدا گفت که بکوین از بین همین خلق یک آدم ای همه در به عقل بیارین ما پادشاه شمونم. هی گفتن که یکون به عقل کم عقل دیوانه بیوان. هر چقدر که گفتن چند هفته معقول دلشون نیفتن. بعد یک از آبادی دور یک ده در رفتن که در
ناوده درخت یک آدم نشستگی ای طرفی ناوده و اینجا درخت یک ایسین درخت عرق کردیسه خودش در بلوی ناوده عرق کردیسه تنها چیکار میکنی چی نماشگولی که همین ناوده را کلته کنم و غلطانم و خود در جایی سوده جوم سوزه میگه جوم مستحکم سوزه میگه یفتیمش میگه عید دیگه به عقل نمیگه بعد میگیرن میورن کجا میگه شهر میبریم میگیرن میورنش از دور نگاه هم میکنه در شهر همون سالوی پیش اگه قلعه و گنبز بدن کو گنبز رو دور میبینه در عمری سرش گنبز دیدگی نبوده میگه او سالوی پدری من در اینجا چی میکوه گنبز دور میبینم بعد میورن میشون توزه میکنن پاک میکنن پوچاش میمونن سال اول اکو دریای نیل در اونجا اکو پختب کاری میکنن که سال اول در همونجا سیل میاد دریا سیل میاد پختر همه رو میشوه میبره بعد ایخوناش کشاورزا شکایت میگن نه بعد میگن که پوچوی بزرگ پوچوی علام خیلی سیل اومد برد پختر را چکار کنیم میگه خیلی چی گبری پختر را که سیل بردی دفعه پشم بکوریم به همین درجه را حقش کم بوده 7 سال در مصر پادشاهی کرد در 7 سال همچنان سیری و پری و تنجی و امانی شد که در مصر در تاریخش خیلی نگذشته است همین را بزرگا باید با هم میتن که هر چیزی که به سر خلق میوید از همون نیت خلق هست خداوند به سر مردم میاره اگر نیت مردم پاک باشه تازه باشه بیغش باشه کینه و کدورت نباشه همه طاعت عبادت خدا را کنه الله عزوجلال همین خیلی روزای فراخی و تینجی و سیری و پری را میاره انما را میگه که کی کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما رو این روزی سربسته دنیا یک روزی هست که به علم حکمتی را کشوده نمیشه فقط الله عزوجلال خودش حل میکنه اکنون یک حدیثی رسول اکرم صلی الله علیه